بچه‌ها به دستور من 3 2 1 گفتم سری هر 5 6 نفر یه دونه چادر علم میکنید اینجا. امشب میخوایم اینجا اردو بزنیم. 3 2 بادو ببینم. قرآن به فرمان من یه ضربه بشینن برپا بشین برپا بشینن برپا. آقا توی هر دوره آموزشی یه 24 ساعت زندگی در شرایط سخت باید همتون تجربه کنید. اما همیشه شرایط زندگیمون سخت بوده، نیازی به این کارا نیست. نه یعنی 24 ساعت توی بیابان چادر بزنید و شب اینجا بخوابید و لذت ببرید. آقا یعنی اردو نمیرین؟ اینجا اردوگاه صحراییه. آقا من دیگه دارم کم کم میترسم آقا. نترس عمویی، من پیشتم، نترس. فقط تنهایی جایی نری یا گرگ داره میخورتت. داداش قوی باش، هر جا کم آوردی به من تکیه کن. آقا اجازه اینجا تشویری نداره؟ تا چشت کار میکنه اینجا همش تشویه. بچه‌ها درس امروز درس ستاره شناسیه. کی میتونه اسم ستاره نام ببره؟ ستاره دختر اصغر آقا. نه احمق، من ستاره آسمان ندارم میگم. اگر یه ستاره خیلی به ما نزدیک بشه چی میگیم بهش؟ آقا بهش میگیم دور شو، شمسی میبینه ناراحت میشه. چنم مفتزن بیهوده. بچه‌ها ستاره ها تو آسمان با اشکال مختلفی هستن، مثل دوب اکبر. کی میدونه او یکیش چیه؟ دوب داداش اکبر. دهنده بگم گوشتم. دوب دایی اکبر. نه آقا، دوب اکبر و دوب اصغر. نوک زبونم بود میخواستم بگم. بچه‌ها فاصله زمانی سفر از زمین تا مریخ کی میدونه چقدره؟ آقا اندازه فاصله پیک اول تا پیک پنجم. دلیل نامگذاری راه شیری چی بوده؟ آقا جاده دهات ما تا شهر آسفالتش خرابه، بچه‌ها میگن راه شیری. همینی جان. یه چی دیگه است. اینو واسه شما آوردم. این چیه؟ واسه ستاره چیدم. بچه‌ها کی میدونه فاصله ما تا ماه چقدر؟ آقا اجازه 2 قدم. فاصله ما تا شما 2 قدمه دیگه. خب شما ماه مایی. قربونت برم. آیا امینی شما سهمت از آسمان چیه؟ آقا تو آسمون که نه، ولی تو خونه یه ماه داریم، اونم مادرمونه. آقا اجازه من دیگه تحمل ندارم برم تشویری. برو کوچولو برو زود بیا. بچه‌ها به این میگن چراغ قوه. باید کار کردن با چراغ قوه یاد بگیرید. ستاره روشن میشه. ببینید یه دکمه بالاش تعبیه شده که به 2 حالت روشن میشه. دور اول که نور جمع میکنه و دور بعدی که بخند آقا. اگر شهاب سنگ ببینیم چه کار باید کنیم؟ آقا اجازه اگه شهاب لور باشه چه باید فرار کنیم، چون مستقیم میزنه به هدف. دلقک بازی در نرده بیهوده. قفسه بندی وکیلی. ببین این قفسه ها صنعتیه. خب آقا یه لحظه همینجا بذار زمین. این قفسه ها صنعتیه، دوستان گوش بدین. دست دوم با نوش فرقی نداره، قیمتش 1/10 بعد ارسال داره به کل ایران. یه طرح زدی که داره تخفیف میده، اقساط هم دارن میدن. 0912 1700 1800 بردار بریم. صاد صاحبه هم هستن، بردار برو حرکت کن. امشب آموزش کمک‌های اولیه داریم. کی میدونه وقتی کسی میسوزه باید چیکار کنیم؟ اجازه باید آبو بریزیم اونجایی که داره میسوزه. وقتی یه فردی آسیب میبینه اولین کاری که میکنیم چیه؟ اجازه باید زنگ بزنیم آمبولانس. درود بر شرفت. خب بعدش چه کار میکنیم؟ بعدش هم زنگ میزنیم آمبولانس. اینم از شانس ماست، توی آمبولانس یه قالبی داره داست. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس. علائم حیاتی یعنی چه؟ خب معلومه دیگه، به علائمی که در حیات خانه رخ میدهد علائم حیاتی گفتم. وقتی یکی خون ریزی میکنه ما باید چه کار کنیم؟ تا جایی که میتونیم باید دهنمون رو ببندیم لال بشیم، چون این اصلا اعصاب نداره. ببین من راضی به خون ریزی صحبت نمی کنم، اینو چند بار گوش بده. بخیه یعنی چی؟ اون
بذار 2 تا روشن شه. انواع زخم چیه؟ آقا زخمای تیزی مدل‌های مختلف داریم. دست زنجان، چاقو، قمه. بدترین زخم زبونه. دلیل هاری چیه؟ خوبی که از حد بگذره طرف هار میشه. آقا اجازه زمان زلزله ما دشوری باشیم چیکار کنیم؟ ای هو من چه میدونم هم جای گلی بذار تو سره. کوچولو اینو 2 بار گوش کن چون آقا معلم در مورد جل صحبت نکرده. همونه بهش بگو. کی باند پیچی بلده؟ آقا من فقط رول پیچی بلدم. یعنی خاک تو سر آشغال گوشتت کنن. آقا ما دوره رفتیم ها. مدرکم داری؟ نه شاهد دارم. ای جانم. اسکول. بچه‌ها یکی از مسائل مهم در کمک‌های اولیه تنفس دهان به دهانه. ها یادش بخیر من همسرم شمسی قبل خدمت همش همینا رو تمرین می‌کردیم. کی حاضره بیاد اینجا تا بهش تنفس دهان به دهان بدیم؟ نه آقا شما نه؟ نه تو هم نه؟ ما بلدی بریم؟ آقا من دارم راجع به تنفس دهان به دهان میگم، بلدی؟ معلم ما دکتراشو داریم. اجازه هست؟ اجازه است بفرمایید. خب دوستان اینجا رو خوب دقت کنید. اول عینکو در میاریم. میبندیمش. معلم اینجا رو خوب دقت. اینو میچسبونیم اینجا. بعد میایم اینجا دماغو میدیم بالا. مانه یعنی حال برم چندش؟ اوف بچه‌ها چه قابیه، کاش دوربین داشتیم یه عکسی میگرفتیم. آقا من گوشیمو آوردم تو ساکت. برو بیارش دیگه. خیلی هوا تاریکه میترسم. آقا تو از چی میترسی؟ هوا به این روشنی، به این صافی. بابا ما اینجا آقا مهدی همینا داریم. از چی میترسید آخه؟ بچه‌ها هر جا ترسیدین به من تکیه کنید. دمت گرم. کجاست من برم بیارم؟ همین تو ساکت، همین بغل تخت. تو کولته؟ آره. بدو بیار. محمود چیکار داری میکنی؟ داداش دنبال ساکم داشتم میگشتم. این ساک توه؟ خوب مچتو گرفتم. پس همه گم شدنا زیر سر تو بود آره؟ پولا، کارت تلفنا، سیگارا. غلط کردم داداش، شرمنده. مشتی گلی تو از سرباز میزنی؟ شاید اون چیزی که داری از سرباز میزنی کل داراییش باشه. بچه‌ها داداش حامد دیر کرد، بریم دنبالش. بریم آقا بریم. محمود حالا چیا برداشتی؟ آبون رو بر هر چی از پس میدم. غلط کردم داداش. کجاست اسایل؟ همش تو این ساک. بده من. سشتم. آشمت تو تشیگاه ما نبودی. فعلا قضیه کنسله. بیام با دمپایی بکشمش. چقدر خوشگل آدم اینو بندازه تو الکل خوش کنه. وایس آقا نترسید آقا نترسید. بعد چیکار کنیم؟ فرار. بیا ببینم پسر. تاشمید. این نیست برای من بهمن بود. برام ساعت منم خودکار بود. کلاه من اونجا نیست. آقا ولی کاری ندارم. اردوگاه هم ترکوندمون هم خیلی حال داد. سربازایی که اعلام میکنم معاف شدن: حامد تبریزی، مهدی تبریزی، حمید شهراتی، داشای گلم ما هم رفتنی شدیم حلالمون کنه. خدا بری دیگه بر نگردی انشالله. چش نخوری ماشالله. آقای دکتر اینا به خاطر چی معاف شدن؟ اینا میدونی به خاطر چی معاف شدن؟ اینا اومدن یه سری اراچیف تحویل من دادن، فکر کردن به خاطر این معاف شدن، در صورتی که مشکلشون چیز دیگه بوده. مشکلشون چی بوده؟ مشکلشون از اینجا بوده، اینجا رو مشکل داشته. بالاخره بعد مدت ها حقم رسیدم. بچه‌ها شهر چقدر بزرگ شد. هیچ جا دستشویی خونه آدم نمیشه. آقا من خواهم یاده باشه میرید بریم. میگم اصلا باور نمیکنم سالمه در آمدم بیرون. ولی خیلی سخت بود وجدانه. سخت و آسون تموم شد بالاخره. چه خاطرهایی واسه بچه محله تعریف کنیم. حالا فکر کن بیرون چقدر مشتری منتظر منه. آقا
حالا باید چیکار کنیم داریم میریم بیرون؟ من برم اسلحه بگیرم بیام. بابام آقا من رفتم. دین درن درن درن. خودمونم بعدا میفهمید چیکار کنیم. ننم جانی کنیم میبریم. بریم. وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله همه فس دنبال جمع کوله معلمو ببین چه پای است و چقدر کوله بیا تو مخ نمیره آقا جان دیگه کلاس آخر آقا جان نمره 20 کلاس رو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان غذای هر روز ماشو برنج و عدسه غذای هر روز ماشو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشنانمو حالا میدونم قدر آشنانمو حالا میدونم ننم جانی بله کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا هله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن زنگ آخر